سلام دوستان، به چنل گرافیکا خوش آمدید. ممنون میشم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. حتما یه سر به پیج اینستاگرام ما که داخل بیو آدرسش رو گذاشتم بزنید و نمونه کارهای ما رو که قبل از آموزش اونجا قرار داده میشه ببینید. خب برای ساخت یک سند که مناسب کارت ویزیت باشه از قسمت نیو فایل من اندازه اون روی سانتیمتر قرار میدم، ابعاد اون روی 9 و 6 به صورت افقی و رزولوشن اون رو روی 300 قرار میدم. مد اون رو روی CMYK میذاریم. انشالله در آینده به صورت کامل خدمتتون تفاوت CMYK ها و RGB ها رو توضیح میدم، اما فعلا در این حد بدونین که برای کارهای دیجیتالی از مودهای RGB استفاده میکنیم و کارهایی که برای چاپ میرن از گزینه CMYK. خب ما سندمون رو ایجاد میکنیم. ابتدا میایم رنگ بک‌گراند اون رو تغییر میدیم. برای این کار از قسمت سمت راست منوی ادجاستمنت رو میزنم، گزینه بالا رو انتخاب میکنم و رنگ انتخابیمون رو پیدا میکنیم. اوکی رو میزنم. خب امروز میخوایم با استفاده از ابزارهای شیپ یک کارت ویزیت طراحی کنیم. اینجا انواع متفاوت ابزارهای شیپ رو میبینید که ما از گزینه دایره استفاده میکنیم. برای اینکه یک دایره منظم داشته باشیم ما با نگه داشتن دکمه شیفت، کلیک کردن، نگه داشتن و درگ کردن میتونیم یک دایره ایجاد کنیم. برای اینکه بتونیم ابعاد اون رو تغییر بدیم با استفاده از گزینه موو من اون رو بزرگترش میکنم و به اندازه میرسونمش که برای کارمون مناسب باشه. خب فکر میکنم بزرگتر از این باید باشه. خب این خوبه. خب تیکشو میزنم. خب ما الان نیاز به یک دایره دیگه هم داریم. میتونیم دوباره از ابزارهای شیپ استفاده کنیم یا از این دایره یک کپی دیگه بگیریم. برای این کار ما لایه دایره‌مون رو انتخاب میکنیم، گزینه موو رو میزنیم، دکمه آلت رو نگه میداریم، روی دایره‌مون کلیک میکنیم، نگه میداریم و درگ میکنیم. الان ما یک کپی از دایره قبلیمون داریم. برای اینکه رنگ این دایره‌مون رو تغییر بدیم از قسمت شیپ روی گزینه فیل میزنم و رنگ اون رو عوض میکنم. برای اینکه فعلا براتون قابل تشخیص باشه یک رنگ توسی بهش میدم. دوباره با استفاده از گزینه موو ابزار اندازه اون رو تغییرش میدم. میکنم این براش اوکیه. یک دایره دیگه ایجاد میکنیم با همون روش قبلی که خدمتتون گفتم. این سری رنگ اونو متفاوت انتخاب میکنیم. برای اینکه یک رنگ انتخابی داشته باشیم بتونیم انواع رنگ ها رو خودمون انتخاب کنیم و ببینیم از این قسمت شما میتونید رنگ ها رو مشاهده کنید. خب من احساس میکنم یک رنگ آبی میخوام. خب این رنگ اوکیه. دوباره از قسمت موو من میتونم اندازه اون رو تغییر بدم و حتی اونو جا به جا کنم. خب فکر میکنم این براش مناسب باشه. گزینه تیک میزنم. دوباره یک دایره دیگه ایجاد میکنم. به همون روش قبلی رنگ اون رو تغییر میدم و یک رنگ روشن‌تر براش انتخاب میکنم. ابعاد اون رو تغییر میدم. خب تیک اون رو میزنم. خب نیاز به یک دایره دیگه داریم. از همون روش قبلی استفاده میکنم. این سری رنگ اون رو روی سفید میذارم. اندازه اون رو درستش میکنیم.
تیکو میزنم. میخوام این قسمت از دایرمونم، این قسمت از کارت ویزیتمونم سفید باشه. برای این کار من میام بالاترین لایه رو انتخاب میکنم، از این گزینه یک لایه جدید ایجاد میکنم. خب میام از قطره چکون، از ابزار قطره چکون استفاده میکنم، رنگ سفید رو انتخاب میکنم، روی ابزار قلم رو کلیک میکنم. از این قسمت میتونم از سایز اون رو تغییر بدم، هاردنس اون رو روی 100% میذارم، فلو اونم روی 100% میذارم. خب یه کوچولو ما بزرگترش میکنیم و میایم روی این قسمت کلیک میکنیم. خب حالا کار ما با شیپ ها تموم شده. الان ما میتونیم مواردی که برای کارت ویزیت نیاز هست و کارفرما ازمون خواسته رو اینجا بنویسیم. خب این قسمت معمولا لوگو اون کارفرما رو میذارن. خب الان ما چون لوگو نداریم، ما میایم یه لوگو فعلا برای خودمون میسازیم. من باز دوباره از ابزار شیپ استفاده میکنم، میخوام یک مستطیل بسازم. خب برای اینکه ما یک مربع داشته باشیم، یعنی اضلاع این مستطیلمون یکسان باشه، میتونیم دوباره از دکمه شیفت استفاده کنیم. مثل روش قبل دکمه شیفت رو نگه میداریم، کلیک میکنیم و درگ میکنیم. خب برای اینکه ما بیایم گوشه های مربعمون رو از اون حالت تیز در بیاریم و یه کوچولو هلال کنیم، از این قسمت با اومدن روی این گزینه ها، اول اینکه این سنجاق رو روشن میکنم که همه اضلاع به هم دیگه، همه گوشه ها به هم دیگه متصل باشن. خب بهتون نشون میدم چطور کار میکنه. اگه این خاموش باشه، من این قسمت رو گرد کنم، ببینید فقط این قسمت گرد میشه. خب اما اگر قفل اینو فعالش کنم، الان همه قسمت ها با هم، یعنی همه گوشه ها با هم دیگه گرد میشن. خب من میخوام فیل خاموش کنم و یک استروک آبی بهش بدم. قطر اون رو زیادتر میکنم. خب با استفاده از ابزار موو اونو میچرخونمش. ببینین زمانی که این علامت نشون داده شد در گوشه شیپمون، میتونین اونو بچرخونین، یعنی با نگه داشتن، با کلیک کردن، نگه داشتن و درگ کردن میتونین به هر جهتی که خواستین بچرخونینش. خب من اینجا میچرخونم. خب اوکی رو میزنم. با استفاده از ابزار موو من اونو به اون قسمتی که میخوام انتقالش میدم. خب حالا برای اینکه داخلش خیلی خالی نباشه، با استفاده از ابزار پن میایم یک شکلی بهش میدیم. خب با استفاده از موو یک کوچولو اینو تنظیمش کنم. با استفاده از موو اونو اوکیش میکنیم. خب فعلا برای کارمون خوبه. دوستان گفتم این نمونه برای اینکه شما متوجه بشین که لوگویی که کارفرما بهتون میدن کجای کارت ویزیت قرار بدین. فعلا برای نمونه من اینو ساختمش. خب حالا میتونیم ابزار اونو بزرگ کوچیک کنیم. برای اینکه ما 2 تا لایه رو همزمان انتخاب کنیم، میایم دکمه کنترل رو نگه میداریم، روی لایه های مورد نظرمون کلیک میکنیم. الان با هم دیگه میتونیم روی اون لایه های کاری انجام بدیم. اون لایه ها با هم تغییر میکنن، تغییرات ما روی همشون با هم اجرا میشه. من از گزینه موو ابعاد اون رو تغییر میدم، جای مناسب. خب خوبه. حالا من میام اون قسمتی که باید تایپ کنیم. خب برای تایپ کردن یه توضیح من خدمتتون بدم. با انتخاب گزینه تایپ ما با نگه داشتن، درگ کردن، یک محیطی رو ایجاد میکنیم برای تایپ کردن. خب
که با زدن دکمه دیلیت این نوشته‌های فرضی حذف میشن و یک محیطی برای ما فراهم میشه برای نوشتن. خب از این قسمت شما میتونید سایز نوشته‌تون تغییر بدید، فاصله سطرها رو از هم که تغییر بدید، فاصله کلمات و رنگ اونها رو تغییر بدید. خب من رنگ اون رو روی مشکی میذارم. خب و می نویسم. حالا یک اسم فرضی فعلا من می نویسم. زبان اون رو تغییر بدیم. نوشتمون رو کامل کنیم. با زدن گزینه موو میتونم سایز اون رو تغییر بدم. برای اینکه دوباره یک تغییراتی روی متنمون ایجاد کنیم باید ابزار تایپ رو انتخاب کنیم و روی یک قسمت از این تایپ کلیک کنیم تا دوباره این محیط برای ما فعال بشه. خب من میخوام این کلمه دوم برام یه کوچولو نازک‌تر باشه. خب وزن اونو بیایم این کار کنیم. این قسمت رو یک مقدار ضخیم‌ترش میکنیم و این قسمت یک کوچولو کوچیک‌تر. خب جای رو دوباره تنظیم میکنم. خب اینم از آموزش امروزمون. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم چنل ما رو سابسکرایب کنید و پیج ما رو حمایت کنید. ممنون از شما. خدا نگهدار.